فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. پس اگر نمیدانید از آگاهان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک برنامه پرسش و پاسخ امشب در خدمت شما عزیزان قرار داریم تا پرسش های دینی و شرعی شما را جواب گفته بتانیم. برای پاسخ دادن پرسش های دینی شما در این برنامه مهمان معزز و مکرمی داریم، جناب دکتر احسان الله مبارز. جناب دکتر، من شما را به برنامه اولا خوش آمدید میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقابلتاً حضور شما و تمام بینندگان عزیز، سلام، سنت و تحفه خیر الانام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب دکتر، اولین بیننده ما سوالی دارن در مورد گرفتن قرض که ایشان حدوداً 6-7 سال قبل میگن قرض گرفتن، البته به سود گرفته و تا حال هم پرداخت کرده نتوانسته و الان باید ماهی 1,600,000 تومان ماهانه باید بپردازه که توان این را نداره. گفتن راهنمایی کنین که باید چی کار بکنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. شکی نیست برای همه مسلمانان معلوم است که سود با تمام انواع خود در قرآن کریم حرام قرار داده شده و تعامل سودی و تجارت و تعامل سودی با هر نوعی که بوده باشه طبق آیه قرآن کریم محاربه و جنگ و تنش با پروردگار جل جلاله به شمار رفته. و در حجة الوداع هم یکی از تأکیدات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی همین موضوع سود بود که در اونجا برای تطبیق عملی جلوگیری از معامله های سودی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اولین سودی که اینجا واگذار میشه و الغا قرار میگیره سود عباس ابن عبدالمطلب کاکای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست که او به اعتبار قرار میگیره و قسمی آیه قرآنی و هر کس که با تعامل سودی دست کار میگیره او یقینا با الله و رسول اعلان دشمنی کرده. فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و یعنی از ابتدا وارد شدن در میدان سودی یکی از بزرگترین گناه‌های کبیره هست و به هر شکلی که امکان داشته باشه باید از معاملات سودی یک مسلمان دست بکشه. اون که چگونه میتونه که از ورطه این معامله سودی و این لعنت سود خود نجات بده؟ این پس مربوط هست یعنی به وامه های دیگری که انسان میتونه بگیره یا کاری دیگری پیدا بکنه یا یک راهی تعامل و همکاری از طریق بانک مورد نظر بوده باشه. بله. و ورنه در صورتی که جهت مقابل هم مسلمان بوده باشه و خدا اصلاح تابعدار فرمان الهی میشمرده باشه لازم هست که او از امی وام و از امی سودی که گرفته، یعنی سودی که بالای از او داشته، باید
از این سود تجاوز کنه و از این بگذره. این عمده‌ترین راهی که در اسلام برای این موضوع طرح شده تا که غریب ها از ورطه سود نجات پیدا کنند. ورنه جرم کلا بالای شخصی است که بعد از اینکه حکم الهی برایش میرسه و از تعامل سودی جلوگیری نمیکنه. بله، تشکر. بیننده دیگری ما از باینگان سوال کردن، میگن استعمال طلای زرد برای مرد چرا حرام است و اگر در حالت وضو انگشتری از طلا داشته باشه وضوش باطل میشه یا خیر؟ در موضوع طلا، ممنوعیت طلا برای مردها در احادیث متعدده به روایت علی رضی الله تعالی عنه، حذیفه ابن یمان صاحب سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و شمار دیگری از صحابه کرام آمده که هر نوع استعمال طلا برای مرد های امت محمد صلی الله علیه و سلم حرام است، برابر است که طلای زرد بوده باشه یا سفید. یعنی رنگ در این تأثیر گذار نیست، هر یکی بوده باشه من است و علت حرمتش این احادیث صحیح است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری و دیگر کتاب‌های حدیثی نقل شده که به درجه مشهور میرسن، یعنی تعدادشان زیاده هست. اما از نقره میتواند که انگشتر نقره استفاده کنه. بله. اما دیگر چیزهای مورد نظر، ظرفها و وسایل خوردونوشی که هست، بله. اونها استفاده اونها هم از نقره برای عموم نادرست است. اگر در حالت وضو گفتن انگشتری از طلا باشه بر بالای وضو هم تأثیری داره؟ نه، اصلا در وضو چیزی تأثیر گذار است که مانع رسیدن آب به پوست انسان و به جاهای لازم به شستن در وضو شود. اما وقتی که در صورتی که تأثیر گذار نبوده باشه در اصل وضو و صحت وضو تأثیر گذار نیست، اما در جرم گناه او مستمر هست و در نماز اگر او را با خود داشته باشد گناهش بیشتر است از حالات عادی دیگه. بله. بیننده دیگه ما سوال کردن که آیا تنها با غسل میشه نماز خواند؟ یعنی غسل بکنه و وضو نکنه، همه غسل کفایت از وضو میکنه و یا خیر؟ اگر همراه غسل وضو گرفته باشد، قسمی که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که اول وضو میگرفتن بله. تا به مسح سر، بله. و در آخر بعد از پایان غسل پای خود را میشستند و وضویشان تکمیل میشد. بله. این کفایت میکنه از وضو. اگر وضو نکرده باشه؟ اگر وضو نکرده باشه باید وضو بکنه؟ یعنی باید وضو بکنه، چون در اینجا مزمزه دهن، استنشاق و اعمال دیگری از وضو و ترتیبی که در وضو لازم هست این هم از او فوت میشه. بله. بیننده بعدی ما سوال کردن، خودشون البته متأهل هستن، میگن آیا میتونم ازدواج دوم بکنم، همسر دوم بگیرم در حالی که توانمندیش دارم که دو خانه مستقل برای هر کدامش خانه مستقل و دور از تشنج کنترل کرده میتونم؟ آیا میتونم بدون خبر کردن و آگاه ساختن همسر اولم ازدواج بکنم؟ در اصل حکم شرعی اشکالی ندارد، اما موضوع برمیگرده به نحوه اداره و کنترل شخص و نحوه تعامل نیکی که در موضوع خانوادگی باید داشته باشن. بله. ورنه در حکم شرعی هیچ ممانعتی وجود ندارد. بله. بیننده بعدی ما از سلاس بابجانی سوال کردن، میگن آیا درست است که در نمازهای ظهر و عصر و عشا در 2 رکعت‌های اخیرش البته تنها سوره حمد را خوانده شود؟ بله درست است و اصل در 2 رکعت اخیری نمازهای 4 رکعتی و همچنین در رکعت سوم نماز
شام مغرب. بله. اصل در اینهایی است که تنها سوره حمد فاتحه الحمدلله رب العالمین خوانده شود تا به آخر. اما اگر کسی اضافه از او خواند هم بنابر راجح در مسئله اشکالی در نماز او پیش نمیاد. اگر تنها سوره فاتحه را خوان نمازش میشه که اصل است. کفایت میکنه. اگر بر علاوه سوره فاتحه چیز در دیگه رکعت‌های اول هم تنها سوره فاتحه را خوانده باشد هم نمازش کفایت میکنه و نمازش درست است. بیننده دیگه ما اولا تشکری کردن از برنامه‌های خوب شبکه جهانی وصال حق. باز سوال کردن که آیا رفتن خانم‌ها به باشگاه‌ها درست هست یا خیر؟ اگر باشگاه داخل خانه ایشان هست و تنها خودش همسر شوهرشان هست اشکال ندارد. در غیر او باشگاه مخلوط و آمیخته مرد و زن نامحرم در اونجا آمیخته هستند، هیچ یعنی جای تردد در نادرست بودن این نیست. بله. بیننده دیگه ما به تمام کارکنان شبکه جهانی وصال حق سلام عرض کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوال دارن، میگن آیا سیاه کردن موی سر و ریش درست هست و یا خیر؟ بنابر حدیثی که در صحیح مسلم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده و مسند امام احمد رحمه الله در مسند و دیگر ائمه نقل کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما سفیدی موی خدا و ریشی سفید و موی سفید خود را با حنا تغییر بوده. بله. واجتنبوا السواد و از رنگ سیاه خودداری کنید، پرهیز کنید. لذا باید از رنگ سیاه و حنایی که کاملا سیاه بوده باشه باید پرهیز کرد. بله، در بدیل او حنای آمیخته با رنگ بنی و نسواری و اشکالی و اشباه نزدیک به اون میتونه که استفاده کنن و تقریبا عین مطلب ادا میشه. بله. بیننده دیگری ما از سلاسه باباجانی سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوال کردن که در مورد حکم خود ارضایی شرح بدهید. خود ارضایی از نگاه شریعت نوعی از زنا و خفیفترین حالات زنا به شمار می رود. بله. یعنی از به مرتبه زنای رسمی نمیرسه، اما یک شاخه از شاخه‌های او به شمار رفته و از لحاظ طبی هم نادرست به حساب شده. بله. بیننده بعدی ما سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوال کردن در مورد مشروب خوردن. میگن اگر انسان مشروب بخوره و قصد داره که بعدا توبه بکنه نمازش چطور میشه؟ نمازش درست است یا نیست در این ایام؟ اگر مشروب بخوره و قصد داشته باشه، یعنی قصد داره که بعدا توبه میکنه، یعنی امیدوار هست که متیقن هست که چند روز دیگر زنده می باشه و توفیق توبه برایش میسر میشه، یا که بعد یعنی بیننده عزیز که سوال رو داشتن، این نقطه قابل توجه و نقطه مهم هست که باید متوجه بوده باشن، چون انسان در هر لحظه عمر که الله تبارک و تعالی او را متوجه کار خیر میسازد باید سبقت داشته باشه به کار خیر و انسان در حد توان خود باید تا آخرین لحظه ها کوشش بکنه که خود از گناه نگاه داشته باشه و اگر در حالات از او گناه صورت میگیره و سرزد میشود، اونجا باید هرچی عاجلتر از او توبه کند، نه اینکه توبه خود را بعدها بگذارد. هم قسمی که برادر یوسف علیه السلام هم گفتن یوسف بکشید بعدها توبه میکنیم. این باعثی ارتکاب یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ به اونها شد و قسمی که علمای اسلام فرمودن که التسویف جند من جنود ابلیس، سوف یعنی
بعدتر من توبه میکنم، بعدتر میخوانم، بعدتر کار خیر میکنم، یکی از لشکرهای ابلیس است. پس این یکی از وسوسه های ابلیس است که باید از این خود را دور نگه داشت. و در مجموع کسی که شراب می نوشد، طبق که حدیثی که در سنن ترمذی و دیگر کتاب های حدیثی آمده، یعنی حتی در بعضی روایت میگه تا به 40 روز نماز او قبول نمی باشه. پس یکی از جمله و یعنی جرایم بزرگی جرم شراب نوشی و چیز نشان میده. و همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شأن کسی که مدمن شراب است، یعنی معتاد به شراب نوشی هست، در شأن اون میفرماید که کسی که با این حال از دنیا وفات میکنه، الله تبارک و تعالی در روز قیامت با نظر رحمت به سوی او نگاه نمیکنه. بله، بیننده دیگه ما از سردشت سوال کردن، البته چند تن دیگری از بیننده ها نیز سوال های مشابه همین سوال را دارن. سوال میکنن که خانومی که همسر داره، متأهل هست، با مرد دیگری رابطه تلفنی داره، حکم ای چی هست؟ خانم شوهر داره و رابطه تلفنی با مرد دیگری. بله. شاید جرمی از خودش مخفی نیست، از خود او پوشیده نیست و همگی میدانن، حتی دنیای غرب هم میداند که کسی که زنی که شوهر داشته باشه، روابط نامشروع و غیر اخلاقی او با دیگر زنها یکی از جرمها است که بارها در مورد رئیس جمهورهای امریکا و کشورهای دیگری که هیچ به دین و اخلاقیات هم پابند نیستن، این موضوعات باعث صدمه های سیاسی و اجتماعی بزرگی با اونها شده. بله. اما در اسلام عزیز و دین مقدس اسلام تمام انواع روابط نامشروع و غیر اخلاقی، بلکه روابطی که نوع شباهت با موضوعات غیر اخلاقی داشته باشد نادرست است. قسمی که الله تبارک و تعالی می‌فرماید که ایها الذین آمنوا لا تقربوا زنا، مسلمانان به زنا نزدیک نشوید. علما و مفسرین رحمهم الله میگویند که مطلب از امر به نزدیک نشدن است که هر آنچه شما را به زنا میکشاند و شما انجام او به زنا بوده باشد، شما از او خود را نگه بدارید. پس این هم یکی از دروازه های شیطان هست برای وارد کردن به جریمه زنا، و مدخل زنا هست که زنای زبان، زنای گوش و زنای چشم از طریقی برای فعلا صورت میگیره. بله. بیننده دیگه ما که مخفف اسمش واو کاف هست سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. بعدا میگن که طلا فروشی که برام قول داده بود که مغازه باز میکنیم و تو را در آنجا به حیث کارمند میگیریم، اما از 6 ماه است که مغازهشان باز کردن و مرا سر کار نگرفتن. آیا حق دارم ازشان شکایت بکنم؟ اگر در موضوع سند و مدرک جدی داشته باشد و واقعا باعثی از کار کشیدن اونها شده باشد و اونها هم دلیل و مستندی درباره نااهل بودن در این موضوع یا که شبیه این چیزهای از اون نداشته باشند که باعث این منصرف شدن آنها شده باشد، جهتی بوده باشد که این موضوع را از اون پیگیری میکرده باشد، میتونه که مراجعه کنه. بله. بیننده دیگر ما که مخفف اسمشان ا شین از زاهدان است سوال کردن که حکم عقیقه چیست و آیا از گوشت عقیقه خود خانواده هم مصرف کرده میتونن و خیر؟ حکم عقیقه در یعنی قربانی و ذبحی که بعد از تولد شدن
فرزند می شود طبق احادیث صحیحی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده. یکی سنت است و یکی از حقوق فرزند نو مولود بالای پدر است، بالای پدر و فامیلشان هست. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که طفل نو تولد شده، مولود جدید، در گروی یک قربانی می باشد که برای او ذبح می شود. روزی هفتم برایش ذبح می شود و سری او تراشیده می شود و نامگذاری می شود در این روز بنابر اولویت و بهتری که در این موضوع هست و همچنان به اندازه موی او صدقه می شود، یعنی با وزن موی او چیزایی که از موی او گرفته می شود صدقه باید بکنه. و اینها همگی از سنت ها و سنت های مؤکدی هست در موضوع مولود جدید و اظهار شکر الهی از این نعمت بزرگی که الله تبارک و تعالی ارزانی داشته. اما موضوع استفاده، مصرف کردن خودشون، مسئله دیگری که اینجا بود روزش بود که بهتر از روز هفتم بوده باشد. قسمی که در حدیث آمده یذبح عنه یوم سابعه، روز هفتم از جانب او ذبح می شود. اگر نشد 14 و 21 قسمی که فتوای حسن بصری رحمه الله و دیگر علما هست و بعد از اون روزی مشخصه نیست، در هر روزی که بوده باشد میتواند. و این موضوع روز هم موضوع اولویت هست نه لازمین. و موضوع استفاده از گوشت قربانی، باید از گوشت ای باید که دیگرها هم چیزی مستفید شوند و خانواده هم ضمناً میتواند که استفاده کنند، نه اینکه تمامی او را خودشان استفاده کنند، بلکه یک نوع جشن است و یک نوع مراسم و محفل خوشی است که در او خانواده با دیگر خانواده ها خود سهم میسازه و یک رابطه اجتماعی بر قرار میکنند. بیننده دیگه ما از مریوان سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوال کردن که گرفتن پول در مقابل تدریس قرآن چه حکم دارد؟ در صورتی که امکانات و فرصت و وقت کافی داشته باشد بهتر است که در بدل او چیزی نگیره. اما در صورتی که مردم نیازمند هستند و لازمی یکی باید فرزندان خود تعلیم دینی و تعلیم قرآن کریم به فرزندان خود بدهند و آنها را تربیه درست بکنند و مدرس هم امکانات و سرمایه کافی نداشته باشد که به خود کفایه برای خود داشته باشد. از نگاهش میتواند که در اینجا و بلکه بهتر است که برای او چیزی تخصیص داده شود تا که زندگی عزتمندانه و آبرومندانه برای خود داشته باشه و پیدا بکنه. قسمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در موارد شبیه به این و از بعضی صحابه کرام آمده، هم امتناع آمده که او موضوع اولویت هست و بهتر همین است که چیزی نگیرد و اگر بنابر یعنی مجبوریت و ای که حتما اگر این کار نشد چیزی برای مدرس قرآن کریم پرداخته نشد نمیتواند که به فرزندان ما و به نسل‌های ما چیزی بیاموزاند. و پس ما رفته دور میشویم از دین و همچنان تمام علوم هم تا وقتی که به مدرس و معلم آن چیزی پرداخته نشود امکان ندارد که او برای مراحل بعدی خود موجودیت خود را حفظ کنه. بله. بیننده دیگه ما اسمشان طاهری سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوال کردن که زن و شوهر وقتی که یکدیگر را لمس میکنن آیا وضویشان میشکند و یا خیر؟ البته این سوال چند تن دیگری از بیننده های ما نیز هست.
موضوع یکی از موضوعات است که یعنی در فقهای اسلام نوع اختلاف دارند. در عموم مذاهب اسلامی و فتاوای عموم علما در این صورت اشکال وجود ندارد و با وضو کدام اشکال پیش نمی شود و راجح در مسئله هم قسمی که حدیث عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در صحیح بخاری هست و دیگر جایی که میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست میزد و بلکه از بعضی همسران خود را بوسه میگرفت و به سوی نماز میرفت دوباره بدون اینکه دوباره وضوی تازه بگیرن. اما هستن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جوانی را که از او پرسیده بود، جوانی را که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده بودند که در موضوع اونها را تأکید کرده بودن، منع کرده بودن و در روزه هم و در وضو هم به همون شکل هست، چون عموما جوان ها شوق و چیزهایشان بیشتر می بوده باشه و احتمال نوعی از وضو شکستن و از طریق خروجی منی یا انزال مزی نمنی احتمالش در جوان ها بیشتر است، لذا خودداری اونها و احتیاطشان یعنی مهم و مطلوب است و به اساس همین احتیاط در مذهب امام شافعی رحمه الله به این دیدگاه رفتند که یعنی از لمس از هر نوع دست زدن زن و شوهر بعد از وضوی اونها باطل می شود. اما راجح در مسئله اسمی که احادیث صحیح او را تایید میکند و تعامل همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانگری ای هست. راجح در ائمه دیگر هست که بیانش چون هیچ تأثیری در وضو نداره. بله. بیننده دیگه ما سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. میگن 2 فرزند دارم، پسرم اصرار میکنه که برشک برادر دیگر به دنیا بیارم. آیا اگر بدون علم شوهرم از جلوگیری نکنم و دوباره باردار شوم چه حکمی داره؟ درست است و خیر؟ اصلا موضوع حق جلوگیری از فرزند آمدن و از تولد و تناسل نه به مرد هست و نه به زن، بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به هرچی بیشتر اولاد داشتن تشویق و ترغیب نمودن و فرمودن که شما با زنهای زاینده تر و پرزاید ازدواج کنید، چون در روز قیامت بر امتها بالای امتها و دیگر انبیا ما به کثرت تعداد شما افتخار میکنم و یکی از مسائل عمده است و تنها در حالاتی که خطر بر مادر بوده باشد یا ضرر صحی و جسمی به طفل شیرخوار بوده باشد می توانند که به اساس مشوره و دیدگاه دکتر و طبیب مسلمان اینجا از برای مرحله و مدت مختصر و کوتاه نوع کنترل داشته باشند. آن هم در صورتی که در صورت بارداری جدید ضرر بالای مادر بوده باشد و یا به طفلی که شیرخوار هست او جدی متضرر میشه باشد و باعث آسیب پذیری صحی و جسمی و نشو و نمای او بوده باشد. در این صورت می توانند که برای مرحله مختصر خودداری کنند، اما در غیر او شوهر هم حق کنترل یا که ممنوع ساختن را ندارد و مادر هم حق جلوگیری را ندارد. بیننده دیگه ما امید از کرمانشاه سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا با بدن عریان در حمام وضو گرفتن درست است و یا خیر؟ اگر حمام شخصی بوده باشد که اونجا هیچ کسی دیگر نبوده باشد و اطرافش بند بوده باشد که از بیرون دیگرهای در او سر نزنند اشکال ندارد،
چون قسمی که وضوعی که در حالت غسل آمده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، وضوعی است که در عموما در حالت برهنه بودن بوده. اما در صورتی که در حمام‌های جمعی بوده باشد و حمام‌های عمومی که دیگرها هم در اونجا حضور دارن، به علت ممنوعیت و حرام بودن برهنه شدن پیش مردم و عریانی پیش دیگرها و کشف عورت، یعنی وضو گرفتن و هر نوع تصرفی در اونجا نادرست است. خب استاد گرامی، به اجازه شما میریم یک میان برنامه میگیریم و بعد از میان برنامه انشالله با پرسش های بیننده ها در خدمت شما می باشیم. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا یک میان برنامه کوتاه میگیریم و بعد از میان برنامه با پرسش های شما خواهیم بود. با ما باشید. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا شهادت میں دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. بیدادی جمله را هستی ربی من یا الله، تو یکتایی و یکتایی و یکتایی یا الله. همه عالم گواه است بر وجودی ذات یکتایت، تو تنهایی و تنهایی و تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. توانایی علمی تو همه چیز را فرا گیرد، توانایی و دانایی یا الله. محمد را فرستادی برای دعوت اسلام، تو هادی جمله مایی و مایی یا الله. شهادت می دهم بر این که یکتایی یا الله، بجز تو نیست خدای و تو تنهایی یا الله. الله الله یا الله. رضای تو بود بر آن که از وی پیروی دارد، تو محبوبی و محبوبی و محبوبی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. تو نوری آسمانی و زمینی کردگاری من، تو رحمانی و رحمانی و رحمانی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. هزاران این سپاس و شکر ما بادا نثاری تو معبودی و مقصودی و مقصودی یا الله. الله الله یا الله. الله الله یا الله. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق
برنامه پرسش و پاسخ همراه با جناب دکتر احسان الله مبارز استاد علوم اسلامی برنامه را دنبال میکنیم. جناب استاد، بیننده بعدی ما سوال داشتن، میگن من همراه یک پسری ازدواج کردم. بیننده ما میگه که همراه یک پسر ازدواج کرده است، البته خانواده هایشان راضی نبوده. حکم این ازدواج چیست؟ آیا نکاحشان درست است و یا باطل؟ ازدواج بدون رضایت یکی از دو جهت، یعنی در ازدواج رضایت دو بخش یا دو جهت لازمی هست. یکی زن و شوهر، کسایی که عقد نکاح آنها صورت میگیرد باید اینها با هم راضی بوده باشند. و این رکنی از ارکان ازدواج هست. در غیر آن نکاح صورت نمیگیرد و باطل هست، چون فاقد یکی از عمده ترین شرط ها و اساسی ترین شرط های نکاح هست. اگر در بعد از وقوع ازدواج یا که عقد نکاح رسمی در صورت عدم رضایت دوباره دختر، خانم و زن اظهار رضایت میکنن، اظهار عدم رضایت میکنن، میتواند که جدا شود و رسما از محکمه خود جدا کنه و بدون کدام تبعات دیگره، یعنی بدون حالات خلع و پرداخت مهریه، پرداخت مهریه بدون او خدا میتونه آزاد میکنه. و هر آنچه که تعامل بین پولی بوده باشد میان پدر و یا ولی و شوهر می باشد، نه به کدام تأثیری ندارد. و اگر در صورت موضوع دیگرش که هست و اگر رضایت خود را نشان داد و راضی شد، یعنی باز ضرورت به نکاح جدید و عقد جدیدی نیست، چون اونجا ظاهرا در عقد نکاح پذیرفته بودن و ضرورت به عقد جدید نیست در اونجا. و موضوع دیگری که مهم هست در اینجا موضوع رضایت ولی هست که باید ولی و خانواده برای استقرار و استواری زندگی اجتماعی و یک نوع امنیت اجتماعی عامه یک مهم است. لذا ایره پیامبر در حدیث که و احادیث متعدده که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده میفرمایند که لا نکاح الا بولی، بدون رضایت ولی، بدون موافقه ولی و سرپرستی خانواده ازدواج واقع و صورت نمیگیرد. و لذا یعنی اصل در این موضوع اگر در بعد هم ولی رضایت پیدا میکند میشه نکاحشان ادامه پیدا کنند و ضرورت به تجدید جدید نکاح نیست. اما هیچ کی نبود، لازم هست که باید یعنی رضایت فامیل و رضایت سرپرست خانواده جزئی مهمی از شرط های، البته سرپرست دختر، بله سرپرست دختر از شرط های مهمی صحت نکاح هست. چون در عدم رعایتی بسیار مشکلات فامیلی به وجود میاد و خودسری های زیادی هم صورت میگیرد و احیانا دخترها بدون اینکه رعایت جدی داشته باشند بنابر عاطفه های مرحله‌ای که دارن یا بنابر فریب های مقطعی که برشان داده می شود از طرف بعضی جوان ها در دام فریب می افتند و در انجام یعنی مشکلات زیادی را مواجه می شوند، هم مشکلات و بدنامی ها به خانواده خود جلب می کنند چون جهت مورد نظر نمی بوده باشد و هم برای شخص خود و برای زندگی آینده خود. بله یک حالت دارد که اگر ولی و سرپرستی زن بدون موجب و بدون علت معقول و پسندیده اشخاصی درست و مورد نظر را رد میکند، در این صورت میتواند که مراجعه به محکمه و به اداره شرعی مربوطه مراجعه کند و حق ولایت از ولی اولا انتقال میکنه به ولی و سرپرستی
پایانتر از او و اگر نبود به خود محکمه و در این صورت میتونه که ازدواج اونها صورت بگیرد، تنها در صورتی که یعنی بدون موجب، بدون علتی مشروع و درسته، بله افراد مطلوب و افراد درست را رد بکنه و موردهای نادرستری را پیش بکند که دختر با او هیچ نوع رضایت نداشته باشد. بسیار خوب. بیننده دیگه ما مصطفی از کرمانشاه سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا درست کردن مهر شطرنج و تخته نرد در اسلام درست است و یا خیر؟ تخته نرد یعنی بازی های تخته نرد در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح و ثابته که امام مالک رحمه الله و دیگرهای روایت کردند بله. نادرست هست و او را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه گویا دست خود را در گوشت و خون خوک آمیخته باشد. و علمای اسلام یعنی تعداد بیشتری از ائمه موضوع شطرنج را هم شطرنج و بازی های شبیه اینها را همگی اینها را قیاس کردن به نرد. بله. و تعدادی از علمای دیگر تنها موضوع نصر را مربوط بازی نرد دانستند و این دیگرها را شامل نساختند. لذا هر آنچه که در اصلش ممنوع و حرام است، ساخت و ساختارش و تعامل تجارتی و همه چیزهایش حرام می باشد. قسمی که مثلا خوک پرورش دادن و گوشت خوک به بازار عرضه کردن نادرست هست. بله. اصل خوک چون اصل خوک حرام هست و تمام استفاده ها از او حرام است به همین شکل. بله. بیننده دیگه ما که مخفف اسمش ای است سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا در هنگام دفن کردن میت میشه سوره فاتحه را خواند؟ اصل در سنت در هنگام دفن کردن میت دعا و استغفار برای میت هست و دعایی که در قبر گذاشته می شود بله. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، به نام الله، با کمک الله تبارک و تعالی و بر ملت طریقه و راه و روشی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ایرا دفن میکنیم. بله. و بعد از او دعا و استغفار، حمد و ثنا و دعا و استغفار برای میت قسمی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است و قرآن خواندن و فاتحه خواندن ها از هیچی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یا هیچی که از صحابه کرام ثابت نیست. آنچه از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت می شود درباره خواندن آیات های آخر سوره بقره و بعضی سوره های دیگر چون الحمد و غیره روایات غیر ثابت و از لحاظ سندی ضعیف هستند. بله. تشکر از شما. بیننده بعدی ما که مخفف اسمش فا از سلاس هست سلام میکنه و میگن مرا و خانواده مرا به جمعتان بپذیرید، خوش آمدید میگیم ایشان را. سوالشان این است که آیا زن در حالت عادت ماهانش میتونه قرآن بخونه و یا خیر؟ از روی مصحف نه، یعنی مصحف قرآن کریم را باز کرده یعنی و خواندن نمیتواند، یعنی به دست گرفتن نمیتونه. بله به دست گرفتن نمیتواند، از این من است. بله. اما چیزی که یاد داشته باشد بله. و از روی چیزی که دورتر بوده باشد با فاصله های از او قرار داشته باشد که بدون لمس مصحف و آنچه مربوط مصحف قرآن کریم هست بله. میتواند که قرآن کریم بخونه و این راجح است چون مدت طولانی تری دارد و در عموم الحمد و بعضی سوره های قرآن کریم مربوط همین مسئله هستند که یعنی باید در حالات خوانده شوند. بله. بیننده بعدی ما سلام کردن و بعد از سلام سوالشان این است که میگن ما مشکل اعصاب داره و دواهای اعصاب میخوره، بنابر خوردن دواهای اعصاب از نماز صبح محروم میمانه چون از خواب بلند شده نمیتونه. راهنمایی کنید ایشان را.
بر وقت‌تر خواب شوند، چون بر وقت خواب شد بر خواب خود تکمیل میکنه و بر وقت بیدار میشود. چون تکلیف اعصاب دارن، دوای اعصاب میخورن، دوای خواب آور. بله، اگر یعنی امکانی نبوده باشد، یعنی بهترین راه حل می هست که بر وقت‌تر بعد از نماز عشا بر وقت‌تر به خواب بروند و بر وقت‌تر صبح بیدار شوند. خوابشان اکثرا طبیعی تکمیل می شود. و اگر با وصف آن هم امکان پذیر نبود، بله، اینجا معذور هستند و میتونن وسایل متعدد برای بیدار کردن، زنگ‌های تلفنی و برنامه‌های خاصی است که برای نمازها تنظیم شده و در اینترنت و گوشی‌ها و چیزهای دیگر میتونه که ثبت شود به سادگی و از استفاده کنه. بله، بیننده دیگه ما از اسمشان شهرام است، سلام کردن و بعد از سلام میگن حضور یافتن در مجالس مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم که مولود خوانی میشه، البته در او شرک نباشه، از چه حکمی داره در چنین مجالس حضور یافتن؟ در اصل بدعت ها از کم شروع میشوند و به بیشتر و به مراحل آلودگی های شرکی و خرافات و دیگر اباطیل میرسد. و منکرات هم از اندک شروع می شود و ادامه پیدا میکند تا اینکه ترکیبات دیگری با او یکجا شود و به موارد نامشروع دیگری برسد. و همچنین مولود در ابتدای تأسیس خود، در ابتدای تأسیسش که در قرن 6 هجری بود، در زمان پسر نورالدین زنگی در حلب اولین جریانات مولودی بود و پیش از او اسماعیلی ها و یعنی آقاخانی ها و اسماعیلی هایی که در حکومت داشتن به نام عبیدین در مصر، آنها هم برنامه های مولودی داشتن. اما بار اول در اهل سنت قرن 6 هجری در حلب یعنی بدعت راه اندازی شد و آهسته آهسته در این شرکیات و دیگر چیزها اضافه شد و بدعت کمش بوده باشه یا که بیشش نادرست است و باید از او اجتناب شود. بله، بیننده بعدی ما سلام کردن و علیکم سلام. سوالشان این است که آیا خوردن گوشت خرگوش حلال است و یا خیر؟ بله، اشکال ندارد. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یکی از سفرهایشان که غالبا سفر حدیبیه هست، هدیه شد، خودشان خوردند و صحابه کرام هم در دسترخوانشان از او استفاده کردند. و اشکال ندارد. تنها بعضی از علمای دیدگاه فقهی است مبنی بر دلیل مستند نیست. راجح در این هست که خوردن ای درست است و اشکال ندارد. بیننده بعدی ما سوژی از هورامان سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوال کردن که آیا گرفتن ابرو حرام است؟ بله، گرفتن ابرو حرام است اگر چه اضافاتش باشه، یعنی چیزی زاید باشه. نه، تا دو نوع است موضوعی که در اصل گرفتن ابرو در اصلی مثلا به خاطر باریک کردن ابرو و به خاطر آراستن و زیبایی آوردن های بیشتر نادرست است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت فرستادن به کسی که ابروی خود میگیره یا که کسی که پیشکاری ایرا میکند. یعنی کارمند و متخصص کار، هر دویشان مورد لعنت قرار گرفتند. اما در مواردی که تشویه یا که نوعی از نمایش و تصویردهی بدی داشته باشد، مویی که خاصتا از دیگر موها اضافه بوده باشد یا یکی شکل داشته باشد که در نمایش عامه جلب توجه میکند، در اون صورت میتواند که حالات نادر رو برای حالات نادر میتواند که در او تصرف کنه و اشکال ندارد ان شاء الله الرحمن.
بیننده بعدی ما سلام کردن و مخفف اسمشان کاف از مشهد هست. و علیکم سلام و رحمت الله. سوال میکنن، میگن که ایشان قابله هستند در یکی از بیمارستان ها و البته از دواهای بیمارستان استفاده شخصی کرده. آیا این کار درست هست؟ خودشون میدونن که نادرست است. بله. بله شما بله چیزی دارین؟ بیننده بعدی ما سوال کردن از مخفف اسمشان هم سین با هست. و علیکم سلام و رحمت الله. میگن رفتن جوانهای سنی در ایران از دست بیکاری البته و شنبه شدنشان به بسیجی شدنشان درست است و یا خیر؟ یعنی پولی که از طریق توظیف در بخش بسیج میگیرن؟ بله، در ارتش داخل میشن یا در پلیس؟ نه، موضوع بسیجی بخش یعنی خاصی هست که یادآور شدن. بله. در مجموع اگر به نفع به ضرر مسلمان ها و به خلاف اهل اسلام حرکت ها و فعالیت های انجام میدهد، شمولیت و تنخواه و پولی که از طریق او به دست میارد همگی نادرست است. و اگر به نفع اسلام و مسلمان ها کاری بوده باشد در او اشکال ندارد. اصل موضوع برمیگردد به یعنی کاری که چی کار میکند. آیا در موضوع بسیجی بودن خود شخص آگاه هست که آیا بر خلاف مسلمانان و عموم اهل اسلام که اکثریت مسلمان ها را تشکیل میدن، اهل سنت، برخلاف اینها فعالیت هایی داره و برخلاف دعوتگران حق چه کارهایی انجام میده تا اینکه چیزی به دست بیارد. در این صورت در حرام بودن از او هیچ اشکالی ندارد و به معنای جاسوسی برای باطل هست، برای به خاطر از بین بردن حق و حقیقت. بله. بیننده بعدی ما محمد قسیم از پیرانشهر سلام میکنن. و علیکم سلام. سوالشان این است که آیا مسح کردن پشت سر در هنگام وضو جایز است یا خیر؟ اگر قسمتی عقبی سر بوده باشد مسح کردن او در وضو لازمی هست. جزی از مسح سر است که یعنی در نزد اکثر علما و اکثریت علما که راجح هم او هست، مسح او لازمی هست. بله. قسمی که مسح پیش سر لازمی است و اقل شی در تمام مذهب ها اهل سنت هست که باید، سنت و مستحب است که باید مسح شود. اما اگر مطلبشان گردن بوده باشد، پشت سر گردن مسح رقبه که گفته می شود، این چیزی است که در کتاب‌های در بعض متون فقهی آمده از تحسینات خودی نویسنده کتاب هست و در اصل مذاهب و همچنان در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اساسی ندارد و تنها تحسین بعضی از علما، بعضی از نویسنده ها است. لذا اکثریت علما او را بدعت حساب کردن و بدعت خواندن. بله. بیننده بعدی ما سلام کردن. و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم و دیگر پیامبران در قبرهایشان زنده هستند و آیا بدنهایشان میپوسه و یا خیر؟ و آیا از امور مردم با خبر هستند و یا خیر؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سایر پیامبران الله جل جلاله در یعنی بعد از وفاتشان و در گذشتشان از زندگی دنیایی در نوعی از زندگی برزخی طوری مستمر زنده هستند و دارند. الله تبارک و تعالی جسدهای آنها را هم بر خاک حرام گردانده که جسدهایشان هم از بین نمی رود و تا به آخر باقی میماند. اما موضوعی که آگاهیشان به جریاناتی که در دنیا میگذرد در بعضی روایات آمده، اما راجع است که یعنی
آنها با قسمی که در آیات قرآن کریم، در آیات متعدد قرآن کریم آمده که چیزی از جریانات دنیا را نمیدانند و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، در میان آنها و در میان افراد زنده بشریت فاصله است، پرده است تا به روزی که دوباره برانگیخته میشن و ما یشعرون ایان یبعثون، و از خود هم نمیدانند که چی وقتی دوباره برانگیخته میشن و زنده کرده میشن. راجح در این مسئله همین هست، اگرچه رأی و دیدگاهی هست و بعضی روایات که تعداد زیادی از علما اونها را نقد کردن بله. وجود داره و بیانگر یکی چیزهای با اونها تقدیم میشه. بله، بیننده بعدی ما که مخفف اسمش جیم از کرمانشاه است سوال کردند که آیا خانمی میتواند انگشتری را که شوهرش در اول خواستگاری به او میدهد بفروشد و یا خیر؟ اصلا انگشتر آغاز خواستگاری یکی از عاداتی است که از غیر مسلمان ها به مسلمان ها آمده و در اسلام اصل و اساسی ندارد. ولی از کسی که صورت گرفت، یعنی در اصل انگشتر و دیگر چیزهای میتواند که در هنگام نامزدی و به مراحل بعدی او تقدیم بکنه به عنوان تحفه. بله. اما انگشتری که به عنوان انگشتر محبت نامیده می شود یکی از رسوم شرکی است که از غیر مسلمان ها به مسلمان ها آمده و اعتقاد به این که این انگشتر محبت اونها را اضافه میکند یا تأثیر در زندگی آینده اونها دارد. این عقیده غیر اسلامی و عقیده نوع عقیده شرکی هست که باید از این خودداری کرد. بله. اما چیزی که هدیه می شود در اون زمان و در مراحل بعدش هم، حتی بعد از ازدواج هم، مرد حق ندارد که دوباره او را از همسر خود بگیرد و مانع تصرفی او شود. بله. بیننده بعدی ما محمد از قیام دشت سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم پسری داشتند که در کودکی فوت کرده است؟ بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 3 تا پسر داشتن که همشون در کودکی فوت کردند. 2 تا از خدیجه رضی الله تعالی عنها، اولین به نام قاسم که بزرگترین فرزندای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و وفاتشان پیش از پیامبر شدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و قبل از بعثت است. و دومی عبدالله که لقبشان طیب و طاهر بود، در عهد مکی در بعد از نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شدن و وفات یافتن. و راجع به سوره انا اعطیناک الکوثر هم به تعقیب اعتراض و اظهار سرور بعضی از مشرکین که در مورد وفات پیامبر اکرم فرزند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرده بودند که فعلا به نسل ماند و نسل بریده شد، الله تبارک و تعالی نازل کرد که انا اعطیناک الکوثر، یقینا ما برای تو خیری بسیار به پایان دادیم. یا که معنای دومی کوثر هم حوض کوثر هست که در روز قیامت بعد از میدان محشر و قبل از ورود به جنت از او پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تمام امتی های متابع سنت خود را از او آب میدهد و مجموع اهل بدعت از او محروم می باشند، همچنان که منافقین و دیگرها محروم می شوند. این او حوض کوثر است و احادیث در او بعد ارتباط دیدگاهی به تعداد از علما به درجه تواتر می رسد و هم حوض کوثر هست که پیامبر اکرم داده شده. خب میگه فصلی لربک وانحر، پس برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی کن. بله. یعنی اینجا بیان گردید که قربانی هم یکی از انواع عبادتی هست که برای غیر الله تبارک و تعالی انجام او درست نیست. قسمی که نماز هم درست نیست، به نام مزارها و دیگر چیزهای، بارگاه ها و دیگر چیزی که ذبح می شود همگی شرک است. این نشانیک هو الابتر، یقینا دشمنی تو ابتر و بریده است، نسل بریده و نام بریده هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا به حال نامشان زنده هست و اونها همه نام و تمام حیثیتشان از بین رفته. سومین فرزند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در طفلی وفات کردن،
ابراهیم است که از ماریه قبطیه بله. از مصر برایشان هدیه شده بود، از اونها بود. بعد از 2 الی 2.5 سالگیشان که هنوز هم پیشی دایه بود، در حال تربیه بودن، وفات کردن. بله. بیننده بعدی ما محمد عمر ناروی از زاهدان سلام میکنن و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا ریختن خون یک شیعه گناه است و یا خیر؟ شک نیست موضوع به امن سازی اجتماعی، بله. امنیت اجتماعی یکی از مسائل مهم زندگی است، ورنه هر کس برخواست دیگری را میکشد. بله. و میگوید که این موضوع فلان هست و موضوع فلان است. لذا پیامبر اکرم شریعت اسلامی موضوع قتل ها، حتی قصاص و موارد دیگری که حتی قتل که در حدودی که در بدل قتل که در بدل زنا میشه و لیوات و دیگرهایی که حکم قتل داره، همگی را سپرده به اداره و بله. اداره حاکم و حکومت، بله. تا یکی از خودسری ها جلوگیری شود، ورنه هر کسی را بله. میکشد و شیعه سنی برخواسته سنی را میکشه و سنی بله. شیعه را میکشه. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پهلویشان در مدینه منوره منافقین هم بود، یهود و دیگرها هم بود، تا وقتی که تجاوزهای از جانب مقابل صورت نمیگرفت و عملا اقدام رسمی حکومت اسلامی صورت نمیگرفت، مسلمان ها تصرف های خودی و شخصی نداشتند. بله. بیننده بعدی ما خواهری هستن فاطمه از مریوان، گفتن ما را خانواده ما را به جمعتان بپذیرین، خوش آمدید میگوییم. سوالشان این است که میگن در مسجد رفته نماز جمعه را ادا میکنم و بعضی ها میگن که نماز زن در مسجد درست نیست. زنها در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و در مسجد نبوی، مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در قسمت پشت سر جای مخصوصی داشتند که همه نمازها به شمول نمازهای پنجگانه و نمازهای جمعه و حتی در میدان وقتی که برای ادای نماز عید و نماز استسقا و حتی نمازهای موارد آفتابگیری و دیگری که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، حضور زنها در تمام آنها ثابت هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از منع ساختن زنها از رفتن به مسجد منع فرمودند. لذا راجح در مسئله، اگرچه دیدگاه بعضی از فقهای اسلام هست که احترامی خود دارن و جایگاه مهم و دینی خود در جامعه اسلامی دارن، اما راجح و تقاضای ادله همین است که رفتن زنها برای ادای نماز جمعه و برای ادای نمازهای دیگری در صورتی که جای مخصوص و جداگانه برایشان تخصیص داده شده باشد اشکالی ندارد، بلکه جزئی از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و از منع ساختن زنها از رفتن برای حضور در جماعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منع فرمودند. بله. بیننده بعدی ما که مخفف اسمشان میم از هرنگ هستند سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله. میگن اگر کسی در یک شب یک روز 4 وقت نماز بخونه آیا نمازش قبول میشه یا نه؟ یعنی یک وقتی دیگر ممکن است؟ غالبا خواب باشه شاید، یا ذکر نکردن که بچه دلیل یک وقت نمازی دیگه از پیششان ترک میشه. این کسی که تنها 4 وقت نماز برای خود میگیره به این معناست که یعنی یک وقت نمازی دیگری را یا منکر هست یا که قائل نیست به او و 4 وقت نماز هم از او پذیرفته نمیشود. اما گاه یک نماز در وقت معینش بنابر علت عذری معقوله یا که از خواب بیدار نشدن یا بنابر مصروفیت جدی از آنها فراموش شده باشد یا چیزهای دیگری او را مشغول ساخته باشد که راه برای ادای نماز پیدا نکرده باشد، در اون صورت قضای اون نماز بالایش لازم هست، قضای اون نماز بالایش لازم هست و در صورتی که عذر داشت از گناه الله تبارک و تعالی او را میبخشه و گناه برایش نوشته نمی شود، چون خواب غیر مقصودی بوده باشه یا که حالت فراموشی غیر مطلوبی نه به فراموشی گذاشتن فرق میکنه. که
اگر به فراموشی بگذاره اینجا گناه کبیره هست، با آنکه قضایش بالایش هم لازمی هست، اما گناهی به تأخیر انداختن و از وقت به دیر خواندن بالایش هست. و این هم یک مسئله مهم است که یعنی وقت نماز یعنی لازم تنها وقتی ادای جماعت نیست. یعنی بسیاری ها غلط فهمی در این موضوع دارن. یعنی وقتی که از جماعت از پیش او فوت شد میگه آل نماز قضا شد و این یک اشتباه در فهمی مسئله هست. بلکه وقت نماز مثلا نماز صبح از دمیدن صبح صادق تا به طلوع آفتاب تا به برآمدن آفتاب و وقت نماز ظهر از زوال تا به یک برابر یا دو برابر شدنی سایه و وقت نماز عصر از آغاز از انتهای وقت نماز ظهر تا به غروب آفتاب که مراحل مختلفی دارد و در وقت زرد شدن آفتاب یکی از وقتهای مکروهیتی نماز عصر است، ولی باز هم تا غروب آفتاب میشه. تا غروب آفتاب ادای نماز عصر نماز دیگر در وقتی رسمی خودش است. اگرچه اینجا کمی کراهت دارد و نوعی از گناه برای او نوشته می شود اگر تعمدی بده باشه. و همچنین نماز مغرب و شام از غروب آفتاب تا به غروب شفق که بنابر راجح در مسئله سرخی است که بعد از غروب آفتاب در افق می باشد که سرخی که گم شد بعد از او یک زردی به ظاهر می شود اونجا تا به وقت چیز است مغرب هست، از اون به بعد وقت عشاء هست تا به نیمه شب یا که بله. بیننده دیگه ما محمد علی از گنبد کاوس سلام کردن و علیکم سلام، گفتن مریض هستم، از خداوند کریم برایشان شفای کامل و عاجل میخواهیم و سوال کردن که هر بار که حمام میروند بعد از وضو میگیرن و 2 رکعت نماز میخوانن، حکم این نماز چیست؟ خیلی البته نمازهای فرضی و نوافل دیگه ایشان هم میخوانن. بله نمازی که بعد از وضو و بعد از غسل گرفته می شود یکی از نمازهای مستحب است و الله تبارک و تعالی توفیق مزید برایشان عنایت کند. هیچ اشکال شرعی در این وجود ندارد، بلکه یکی از چیزهایی است که از صحابه کرام و دیگرهای ثابت است که عموما در بعد از وضویشان 2 رکعت نماز به عنوان تحیه و شکرانه وضو می خواندن و همراه غسل خود وضو هم میگیرن و یک نعمت الهی است و توفیق الهی است که برایشان میسر کرده و الله تبارک و تعالی ما و دیگر بیننده های محترم ما هم توفیق بوده که چنین کار خیر داشته باشه. آمین. بیننده بعدی ما خواهری هستند خانم امینی موحد از بوکان سلام کردن و علیکم السلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم از ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرزند داشتند و یا خیر؟ درباره فرزند داشتن ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اختلاف نظر است و بنابر حدیثی که آمده که عایشه صدیقه رضی الله عنها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که همه همسرای مبارکتان از خود کنیه ها دارن. بله. یعنی نام و کنیه که مثلا نسبتی که مادر فلانی و یا پدر فلانی برادر فلانی در عربی کنیت گفته میشه. بله. نامی کنیه دارن و من ندارم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که تکن ببینی که عبدالله با پسر خود عبدالله کنیت بگذار. لذا عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام عبدالله نام داشتن. از این بعضی از علما میگن که فرزند داشتن بنا یا سقط شده یا کی یعنی چیزی از طور کامل زنده به دنیا نیامده که او به نام عبدالله طبیعی نامگذاریشان کردن. و تعداد دیگری از علما میگن و راجحتر هم این هست که مراد از عبدالله اینجا خواهرزاده ایشان عبدالله پسر زبیر رضی الله تعالی عنه و خواهر بزرگشان اسماء رضی الله عنها است که به نام عبدالله ابن زبیر و یکی از خلفای اسلام می باشد
مراد اونها هست بله. و شاید این راجح تر بوده باشد. بله ممنون. بیننده بعدی ما سلام کردن و علیکم سلام و رحمت الله، میگن من یک شیعه موحد هستم، موحد شدم. اینا را تبریک میگوییم بر راه یافتن برای توحید و سنت. سوالشان این است که میگن در منطقه زندگی میکنم مسجد اهل سنت نیست، پس چی کار بکنم؟ آیا به مسجد اهل تشیع رفته نماز بخوانم و یا اینکه در خانه تنها بخوانم؟ اگر در خانه تنها بخوانم از ثواب جماعت چطور میشه؟ آیا ثواب جماعت را میگیرم یا خیر؟ در اصل در موضوع نماز جماعت یعنی و اهمیت او در اسلام و لازم بودن و واجب بودن او در بنابر راجح در مسئله نماز جماعت و یکی از شعارهای اهل اسلام هست که حتی صحابه کرام در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در جریان سفرهای خود مسلمان بودن و مسلمان نبودن قومها را با اذان و جماعت می شناختند. این یک چیزی از شعائر اسلام است و ثواب او واضح است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که نماز با جماعت ثوابش 27 برابر از نماز تنهاگذار و فردی بیشتر است. بله. و بنابر احادیث و ادله متعدده که در این موضوع هست، پشتی هر آن کس که در اساسی توحید او درست بوده باشد، اگرچه بعضی بدعت‌ها و اشتباهات با خود داشته باشد، پشتی سر او نماز جماعت ادا کردن درست است. قسمی که حدیث هست که صلوا خلف کل بر و فاجر، این پشتی سر هر نیک و نماز ادا کنه، یعنی در صورتی که میشه نماز پشتی سر از او درست میشه با آن که مرتکب بعضی گناه ها یا که حتی بعضی بدعت ها هم به شرطی که عقیده‌اش درست باشد، به شرطی که توحید او سالم بوده باشد. اما آن که توحید او درست نبوده باشد، عمل او درست نیست، پس پشت سر او ادای نماز درست نیست و بی معنا است. مگر در حالاتی که انسان با بعضی چیزهای دیگر شاید به طور اجتماعی انتصاب شود که با پابند به نماز نیست، معتقد به نماز نیست یا چیزهای دیگر برای رفع تبلیغات سوی دشمن، اگر حضور می آورد بعد از اینکه نماز خود را در خانه خود ادا میکنه، این بهتر است. قسمی که در حدیث آمده که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند در آخر زمان امرا و حاکمان بر شما مسلط می شود که نماز را از وقتش به تأخیر می اندازند. یؤخرون الصلاة عن وقتها، نماز از وقتش به تأخیر می اندازند. اینجا صحابه کرام گفتن با چی کنیم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که نمازتان را در خانه های خود بخوانید و بعد از او در جماعت با مسلمان ها، یعنی با جماعت حاضر شوید، چون یک نوع کشیدگی اجتماعی کلی در منطقه یا سوی تبلیغات اجتماعی در برابر دعوتگر و حق پرست صورت نگیره و در صورتی که حاضر نشد تبلیغات سوی اونجا صادر می شود، تبلیغات سوی برپا می شود که این اصلا به نماز به جماعت به هیچ چیز پابند نیست و نشان یک سنی یا یک مسلمان یا یک موحد به این شکل معرفی می شود، حالا که واقعیت ها چیزی دیگری هست. تشکر جناب دکتر. به اجازه شما میریم طرف یک میان برنامه. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا یک میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و بعد از میان برنامه با پرسش های شما و جناب دکتر احسان الله مبارز میباشیم. با ما باشید.
الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار وما أدراك ما هي نار حامية وما أدراك ما هي نار حامية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین کین اشارت زین جهان گذرا ما را بس. حکایت عمر ما داستان جریان این آب است که میره و بر نمیگرده. تنها کسانی در زندگی برد کردند که از این فرصت استفاده کردند. به سال حق تلاشی است برای استفاده بهتر از فرصت عمر. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، برنامه پرسش و پاسخ هست. جناب دکتر احسان الله مبارز در این برنامه با ما هستند و به پرسش های دینی شما پاسخ میگویند. جناب دکتر، بیننده بعدی ما سوالشان این است که اگر کسی گناه کبیره بکند و الان بخواد توبه بکنه، آیا توبهش پذیرفته می شود و یا خیر؟ توبه از کفر و شرک هم پذیرفته می شود و کفر و شرک هم با توبه بخشیده می شود و عموما سخن ساده است تمام مسلمان هایی که از کفر به دار اسلام انتقال کردن و مسلمان شدن به شمول صحابه کرام و امت های پیامبران و دیگرها و کسایی که فعلا هم
از ادیان کفری به اسلام مشرف میشوند، همه اینها از کفر و شرک توبه کرده وارد توحید و حقیقت میشوند، از اونها بخشیده میشود. پس چی رسد به گناهان کبیره افرادی که خودشان در اصل در دایره توحید و اخلاص و دین اسلام قرار دارند. پس هر چیز زودتر فرصت به دست آمده از دست نرود و هر چیز زودتر که میتواند باید توبه کنند. بله. بیننده بعدی ما یک موضوع بود ببخشید که اگر در گناه کبیره حق مالی کسی تلف شده باشد، جزی از پذیرشی توبه ای هست که باید حق او را ادا بکنه یا ای که رضایت او را به دست بیارد، ورنه نه. اما در مسائل بعضی ها بسیار سادگی میکنن، در مسائلی که به عرض و قضایای آبرو ریزی ها تعلق دارد سادگی میگه توبه کردم رفته یک دشمنی دیگری را ایجاد میکنن، میگه جانب دیگر را مطلع بسازم و یکی از اشتباه های کلیشان است و باید که پرده اندازن هم بالای خود هم بالای جهتی مقابلی که در جریمه با آنها شریک بوده و الله تبارک و تعالی ان شاء الله اونها را میبخشد. و در توبه چند چیز مهم است: پشیمانی جدی، تصمیم عدم بازگشت به گناه، یعنی تصمیم جدی داشته باشه. این که گاه دیگر نفس بالاش غلبه میکند موضوع جداگانه هست، اما خودش در وقت توبه باید تصمیم جدی داشته باشه، پشیمان بوده باشه از کرده های نادرست خود و برای آینده تصمیم جدی ترک گناه داشته باشد، نه هوس. با هوس توبه گفتن می شود و زندگی عملی خود اصلاح کنه. یعنی اصلاح به این سه شرط است و اگر عالم بوده باشد شرط چهارم برای اویی است که باید بیان کنه برای مردم که امین نادرست بود، من انجام میدادم و شما با مرا دیده و با پیروی و تبعیت از من گرفتار ای بوده، این اشتباه هست، پس شما اصلاح کنید. و شرط دیگری برای افرادی که حقوق مالی افراد دیگری را تلف کردن و حقوق افراد دیگری را تلف کردن، حقوق بشری، شرط دیگر برای آنها است که باید رضایت جانب مقابل یا با واپس کردن حق و قصاص دادن در موضوعاتی که به قصاص جرم تعلق داشته باشد و یا به دست آوردن رضایت او با قناعت و عفو او به دست بیارند. بیننده بعدی ما سوالشون در مورد سقط حمل است که شما قبلا مشابه سوال پاسخ گفتین. همچنین بیننده بعدی ما سلام کردن، سلامشان و علیک میگیریم و علیکم سلام و رحمت الله. سوالشان این است که آیا در مذاهب اهل سنت انسان میتواند به نیت طلاق ازدواج بکند؟ بیننده گرامی که در مورد سقط حمل سوال داشتن، یعنی که حتی میگه که ماه دهم حملشان یک پسر 10 ماهه داره و الان هم حامله است که 10 ماه است، ماه دهم حملش است. امکان ندارد که چنین چیزی بوده باشد، پس چون کم از کم مدت 1 ماه تا 40 روز مدت است که امکان بارگیری در اون است و بعد از اون می شود که بوده باشد. اما موضوعی است که الان میخوان سقط بکنن. بله، میخواهند که سقط بکنن و این یک سقط حمل یکی از گناهانی هست که در جزئی از وعد یا که زنده بگور کردن به شمار می رود و قتل نوعی از قتل نفس هست. اگرچه از قتل نفسی موجود در دنیا جرمش پایانتر هست، ولی باز هم یکی از موارد قتل نفس و نسل کشی است که در اسلام نادرست هست و یکی از گناهان کبیره به شمار می رود. باید از این خودداری کنند. و قسمی که قبلا پاسخ داده شد، تنها در حالاتی که باعث آسیب جدی صحی و
بله. برای جسمی مادر، برای مادر بوده باشد یا برای برای طفل طفل. شیرخوار. بله. بعد از تأکید جدی دکتر مسلمان بله. و شرط مسلمان هم در اینجا با خاطر این گذاشتیم که دیگرها همیش میخواهند که بیشتر در موضوع قطع نسل و چیزها جدی بوده باشند بله. و به مورد هم توصیه میکنند. لذا یک امین و مسلمان تأکید کرد بله. در دکتر باید اصول امین و جواز مسلمان دارد باشه. و در همون موضوع امین بوده باشه. بله. یعنی تا تأکید جدی او صورت بگیره که بدون او مشکل به طفل و مادر پیش میاد. در این صورت میتونه که با تحت نظارت دکتر اجراعات بکنن، ورنه نه. و سوال دیگری که بود راجع به ازدواج به نیت طلاق ازدواج در مذاهب اهل سنت. ازدواج به نیت طلاق رأی تعدادی از افراد هست بله. که در صورتی که جانب دیگر اطلاع نداشته باشد. اما امام اوزاعی رحمه الله قسمی که از جمله ائمه تابعین هستند و فقیه و عالم شام در زمان شام بود، بله. اونها قسمی فتوایشان کلامشان هست که ای از متعه و صیغه نامشروع موقت که هست بدتر و غلیظتر هست. لذا راجح در این مسئله قسمی که فتوای یعنی مفتی فعل یعنی عربستان سعودی هم بله. همی است بله. و حیث که یعنی این موضوع به نیت طلاق نکاح کردن بله. در این نوعی از غرر هست و یک هدف نوعی از فریب بازی هست و در این هدف اصلی که از ازدواج مطلوب هست ادا نمی شود. اگرچه دیگر شرطهایش کامل هست ولی انجامش فاسد است، باعثی از بین رفتن زندگی یک فرد می شود و مشکلات زیاد اجتماعی را با خود دارد. لذا یعنی این بنابر راجح در مسئله که از پیشترین عالمی که در این نظرشان هست امام اوزاعی رحمه الله است. بله. از ائمه اهل سنت بله. که از جمله طبقه تابعین و شاگردای بزرگان تابعین به شمار میره، اونها هستن و راجح در این مسئله همین هست که این نادرست است. بله. بیننده بعدی ما سوال کردن که آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز صبح قنوت می‌خواندن؟ بله، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز صبح و در دیگر نمازها هم قنوت خواندن ثابت است، اما طوری مقطعی نه همیشه. یعنی طوری همیشه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و روایتی که در آمده ائمه حدیث امام احمد بن حنبل و ابو بکر بزار و بیهقی و دیگر ائمه همگی اونها را تضعیف میکنند و روایت صحیحی که داری هست روایت است که در حادثه قرای 70 قاری که در بئر معونه شهید شدن برخلاف قاتلین اونها که با قدر و فریب قرای صحابه را برده و اونجا شهید کردن و همچنان قبل از او برای آزادی محبوسین و قیده های مظلوم مسلمان در مکه دعا میکردن و این تنها در نماز فجر هم نیست، در دیگر نمازها هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است، اما طوری مستمر رو همیشه از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ثبوت ندارد. بله. بیننده بعدی ما سوال کردن که میگن مادرم وفات شده و پدرشون با خانم دیگر ازدواج کرده و خواهر این خانمش را پدرش به نکاح این فرزندش درآورده. آیا این اشکالی داره؟ اشکالی نداره. درست است. بیننده بعدی ما سوال میکنن، میگن عربی بلد نیستم، عربی یاد ندارم، قرآن کریم را با ترجمه فارسیش میخوانم و از این طریق استفاده میکنم، آیا این گناهی داره یا خیر؟ تنها اکتفا به ترجمه فارسی قرآن کریم برای و در فهم قرآن کریم بسنده نیست و این بسا اوقات انسان ناآگاه را به غلط فهمی های
زیاد میکشاند و اکثرا یعنی انحراف خوارج، مردمای قائل به جبر تقدیر و دیگر اهل بدعتی که بودن، بله. از همین موضوع بود و تا امام بخاری رحمه الله در یکی از نوشته های خود میفرمایند که مشکل اکثر اهل بدعت بله. ناآگاهیشان از عربیت هست و کوشش میکنن با فهم با ترجمه های ساده و سرسری مسائل عمده دینی را و نصوص قرآن و سنت را حل بکنن که از این به غلط فهمی ها میکشن. لذا لازم هست که باید قسمی که در آیات قرآن کریم است فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از طریق شاگردی و آموزش از اهل علم باید یاد گرفت. بله میتونه که در ضمن از ترجمه فارسی قرآن کریم و ترجمه های فارسی احادیث نبوی استفاده کرد، اما اکتفا و بسنده کردن به ترجمه ها کار درست و مطلوب نیست. بیننده بعدی ما خواهر گلسوم از سنگدوین هستند. سوالشان این است که در خانهشان عکس های خانوادگیشان است، آیا در آن خانه میتونن نماز بخوانند؟ باید عکس پیش روی نبوده باشد. در هر حال عکس در خانه، عکس های خانوادگی و غیره از عکس های زندگان ها نادرست است و طور دیزاین گذاشتن و نماز خواندن در اونجا مکروه است و بهتر است در جای نماز بخوانند که عکس های نبوده باشد. و اگر امکان دیگر نبود، در مواردی که دیگر امکان دور کردن اونها نبود، باید پیش روی نمازگزار چیزی نباشد و پشت سر کراهتش کمتر است، نه که درست بوده باشد بلکه کراهتش کمتر است. بیننده بعدی ما از مریوان سوالشان این است که میگن خانمم مرتکب زنا شده در 2 ماهی که اینها در حالت سفر بودن و بعد از اینکه از سفر برگشتن البته خانمشان فعلا توبه کرده و اینو خبر شدن. چند بار خانمشان قصد کرده که خودکشی بکنه، ایشان منع کرده و الان چی بکنه؟ آیا و کسی که با خانمش زنا کرده آن را میبینم میخوام میگه او را بکشم؟ او را کشته از طرف دادگاه کشته میشه، چون موضوع قصاص ها و هر آنچه بوده باشد، یعنی موضوعی که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه پیششان آمدن، یا سعد بن معاذ رضی الله عنه است، گفت که اگر حدیث مسئله حد و موضوعی که حد باید با شواهد و با اکتمال شواهد و تمام لوازمی که برای ای هست حد به اجرا میرسد و موضوع بعد از اثبات و عرض شواهد میتونه که به محکمه از طرف محکمه مجازات شود. صحابه گفتن، سعد رضی الله تعالی عنه گفتن که من هیچ، یعنی آیا من اگر کسی را ببینم، یعنی من صبر میکنم که تا آمده دیگرایی را خبر کنم و شاهد برای خود بسازم و باز جا با جا او را میکشم؟ آیا در این صورت من را میکشه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که بله، چون اصلا ثبوت میخواه میشه که هیچ جریان نبوده باشد. یعنی هیچ جریانی نبوده باشد و اصلا رابطه در حد نبوده باشد که این جریمه صورت گرفته باشد. و موارد زیاده دارد، احیانا حیله های می باشد و او را به نام تجاوز نسبت داده می شود. لذا برای جلوگیری کلی از بی‌نظمی ها و استفاده های سوی مغرضین ای از عامه راهش بسته شده. و چون امروز او را فردا دیگر ای را میکشه و میگه که این جریمه را با ما انجام داده، لذا از اجتناب کرد. و موضوع خانمشان با دیگر من نمیتونم در راجع به او چیز جدی بگویم، چون جدی توبه کرده یا چیز هست و موضوعش با خودش بین پروردگارش است. اما از علمای منطقه اگر پرسان بکنه موضوع با علمای منطقه میتونن که بیشتر و قضیه را از نزدیک درست‌تر درک بکنن، بررسی کنن. و بله.
بیننده بعدی ما سوالشان این است که با دختر خانم رابطه دارن، میگن رابطه ما البته رابطه دوستی نه بلکه خواهری و برادری است، چه حکمی داره؟ یعنی شیطان اونها جواب گفتن یا که بالا حاکمیت پیدا کردن؟ شاید. این رابطه این نادرست است که از غیر مسلمان ها به مسلمان ها انتقال کرده و اکثرا این رابطه ها به رابطه های غیر اخلاقی می انجامد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که هیچ یک مرد و زن با هم خلوت در یک جا خلوت گزین نمیشوند مگر اینکه سومشان شیطان است. لذا ما در این موضوع کاملا یعنی در شریعت دروازه را کاملا بسته، هیچ نوع اسباب و وسایل و ذرایع وقوع در زنا و وقوع در جریمه های اخلاقی روا نیست. بسیار خوب. بیننده بعدی ما سوالشان این است که میگوین تلویزیونشان در حالی است که آنجا خواهرها و برادرای دیگرشان خواب میشن، اینا وقتی که صبحگاه بلند میشن از خواب تلویزیون را چالان میکنن و قرآن کریم گوش میگیرن و در حالی که افراد دیگری خانوادهشان آنجا خواب هستند. آیا خواب بودن آنها به احترامی به قرآن به شمار میآید؟ نه، در این به احترامی و اشکالی در اصل قضیه نیست، در صورتی که اشکال دیگری در اونجا در موضوع پرده و دیگر چیزهایی اونها نبوده باشد. بیننده بعدی ما سوالشان این است که آیا ایجاد دو سوراخ در گوش دختر کدام اشکال شرعی داره؟ اشکال ندارد، درست است. بیننده بعدی ما سوالشان در مورد گرفتن قرض یا وام یا سود است که در سوال اول شما جواب دادین. سوال اول هم در همین رابطه بود، به همین معنا بود که به سود قرض گرفتن و الان دادن نمیتونن. بیننده بعدی ما از کردستان هستن، سلام کردن و بعد از سلام میگن در مورد بعد از مرگ که انسان وقتی که وفات میکنه با او چی میشه یک توضیحاتی بدین، چون پدرشان وفات کرده و همیشه میگن دلم تنگ میشه برای پدرم، نمیدونم چی کنم. بعد از مرگ انسان انتقال میکنه از این عالم به عالم دیگر. اگر روح نیک بود به عالم ملکوت می رود و دوباره برای جواب سوال در قبر و پاسخگویی در جواب سوال ملائکه نکیر منکر، ملائکه های بازپرسی قبر متصل بعد از دفن شدن او احضار می شود و بعد از بازجویی و بعد از صحیح آمدن سوال ها که روح در صورتی که بالا رفته باشد حتما سوال هایش هم دقیق و درست می باشد، چون روح غیر مسلمان بالا نمی رود. فیصله که از جانب نکیر منکر راجع به او صورت می گیرد یا راحت قبر یا که عذاب قبر در اثر گناهایش، او را می چشه و روح یزی بعد تعلق می گیره به منطقه عالم ارواح در جنت الفردوس تا به روز قیامت اونجا مستقر می باشد. و اگر روحی بد بود و انسان بدکردار و نامسلمان بود یا که بدکردار جدی بود، روحش به پایان می رود و از خداوند قدوس می خواهیم که پدر مرحومشون خداوند ببخشه، مغفرت کنه و جایگاهشان نیک بسازه و از عذاب قبر و فتنه های قبر آنها را نگه بدارد. و همچنین موضوع چیزی که میتوانند آنها برایشان بکنن، میتوانند که دعا بکنن، جدی صدقه بکنن برایشان، میتوانند که اگر از عوض خود حج کرده باشند به جای اونها حجشان مانده باشد حجی از اونها را بکنن. اگر روزه قرضی داشته باشند و در صورتی که در زندگی خود پابند روزه ها بوده باشند ولی روزه های قرضی از اونها مانده، میتوانند که او را ادا کنن عوض از اونها و عمومی کارهای خیر
بله. بچه از آنها میتونن مگر بیننده بعدی ما مخفف اسمشان عین است، از دبی سوال فرستادن. سوال اولشان این است که عیسی مسیح چگونه به دنیا می آید و سوال دومشان این است که شوهر خواهرشان البته وفات کرده و مهریه باقی مانده بوده که مهریه تا هنوز پرداخت نشده و پدر شوهر خانمش اولا به دوش گرفته که مهریه را میپردازم و تا حال نپرداخته و خواهرش هم بخشش نکرده البته مهریه‌اش. دو سوال داشتن دیگه. سوال اولشون در مورد آمدن عیسی مسیح بود که چگونه میآید. عیسی مسیح علیه السلام روح آنها از جانب الله تبارک و تعالی توسط جبرئیل علیه السلام فرستاده شد و در رحم مریم علیه السلام دمیده شد. بله. و از او طریق تولد شدن بدون که از پدری داشته باشند. بله. و یگانه بشری است که مادر دارد پدر ندارد بدون اینکه که از زنا و مورد نامشروع بوده باشد. بله. و مادرشان مریم علیه السلام الله تبارک و تعالی میگه که امه کانت صدیقه، مادرشان از خاصان و مقربین پروردگار جل جلاله بودن و این نوع پیدایششان هست. و موضوع دیگری که راجع به چند بخش دارد، یکی موضوع مهریه است که مهریه برای دختر برای همسر حتمی و لازمی هست، حتی در صورتی که قبلا تعیین نشده باشد باز هم مهری نیست. یعنی دخترای هم طبقه و هم جنسی و هم خانواده او و طبقه‌ای که در مثل خواهر در محوری رو هستند و هم شکلی رو هستند، به چه اندازه که مهری اونها بوده باشد اون مهریه برای از این لازمی است باید پرداخته شود در صورتی که تعیین نشده باشد. اما تعیین شده باشد چیزی که با اون رضایت اولی بوده و شوهرش وفات کرده، پدر شوهر وفات کرده و این برای از ترکه از اولین چیزی که جدا می شود از ترکه شوهر مهریه قرضی که بالای ترکه است که مهریه ای هست. یکی از جمله اولین چیزهاست که حتی بعضی علما میگن که این مقدم است بر قضایای دفنشان، اما بنابر موضوع اجتماعی قضایای دفن و دیگرها مقدم پنداشته شده بر بالای قرض. و راجح است که بالای قرض مقدم است و از هر قرض دیگر ای مقدم تر است و این لازم هست از اونها کسی که وارثی از اونها هست و در وقتش مسئولیت ادای مهر داشته بالای او لازم هست که این مهریه را ادا کنه. دوم چیزی که در اینجا ذکر شده است که پدر شوهری از اونها را بیرون کرده و این حق ندارد که اونها را بیرون کنه، چون مکلفیت مصرف و نفقه بالای فرزندان پسر خود شرعاً دارد تا با وقتی که عاجز میاد و امکانات ادای نفقه برای از او نبوده باشد. اگر او نبود انتقال میکنه بر برادری شوهر و با قریبترین عصبه‌ای که در رشته هست و اگر اونها نبود انتقال میکنه به ورثه دیگره. یعنی این مسئولیت اجتماعی حتمی گذاشته شده از جانب شریعت که نمیتونه که از او منصرف شود مگر در صورت ناتوانمندی. و اگر برادر بزرگوارشان هم علاقمند هستن با اونها خیر و چیزهای تقدیم بکنن، کاری خیری هست، الله تبارک و تعالی اجر جزیلشان بده و هیچ از جانب الله تبارک و تعالی یکی از بهترین صدقه هایی است که انسان صدقه برای اقارب نزدیک خود میکند که ثواب او چند برابر بیشتر است از ثواب صدقه برای افراد فقیر دور کرده. یعنی فقیر نزدیک ثوابش، چون ثواب صله رحمی یکی و ثواب صدقه
دیگر این دو چیز میشه که ثواب صله رحمی هم در اصل بالاتر هست به چندین مراتب از ثواب اصل صدقه کردن. بیننده بعدی ما براوی از زاهدان سوال کردن که نشستن و صحبت کردن همراه نامزد چه حکمی داره؟ موضوع نامزدی مراحل دارد. اگر بعد از عقد نکاح بوده باشد اشکالی نداره. اما قبل از عقد نکاح در غیر موجودیت یکی از محارم نادرست است. بله. بیننده بعدی ما سمت از ایران شهر باشد یا پیرانشهر، سوالشان این است که خوردن گوشت روباه حلال است یا حرام؟ حرام است، نادرست است، چون یکی از جانورهای درنده هست و حدیث منع از جانورهای درنده اشکدار شامل حال اینها میشه. بیننده بعدی ما سوالشان این است، از کامیاران هستند. سوالشان این است که اگر کسی کفر بکنه و با گفتن استغفرالله چند بار استغفرالله بگه که خداوند گناهش رو ببخشه؟ کفر با استغفرالله تنها بخشیده نمیشه، ولی کفر باید توبه لازم داره. بله. یعنی کفر در مرحله اول پشیمانی، بله. اصلاح و توبه لازم دارد. بعد از توبه باز هرچی بیشتر باید استغفار کند تا اینکه هم کفاره جرم سابقش بوده باشه و هم روزمره انسان به هر نحوی که بخواه یا نخواه با طبع بشری اشتباه ها و خلل های صورت میگیره و همه اونها به استغفار و استغفرالله ضرورت دارند. اما ای که گناه تنها با وردی زبانی استغفرالله بدون ترک او و بدون پشیمانی و توبه از او بخشیده شود چنین نیست، نه در کفر و نه در گناه های کبیره دیگر. چون لازمه شرطهایش لازمی هست و یکی از شرطهایش. بیننده دیگه ما سوالشان این است که آیا ناخن بلند حرام است و اگر توبه بکنن و توبه خود نشکنن چی تو باید توبه بکنن تا که توبهشان نشکنن؟ ناخن بلند گذاشتن از یعنی حدیث انس رضی الله تعالی عنه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نهایت 40 روز وقت نهایی گذاشتن. بله. یعنی برای از اینها که از او بیشتر نگذارن هیچ مجال نداره، یعنی حکم نهایی هست که کسی کوتاهی میکنه تا به 40 روز در نظافت، در مجموع نظافت های لازمه خود بدن خود. بله. چیزهایی که باید بگیره. بله. و این نهاییش است، ورنه باید هرچی زودتر گرفته شد و یعنی در عموم فعلا یک مود و تیپ هست که از غیر مسلمان ها به مسلمان ها انتقال کرده و چیزی از فشانه های نادرست است. و موضوع در این مشابهت با کفار هم لازم میاد که جانب دیگری از نامشروعیت این مسئله است و موضوعی که چگونه توبه را نشکند. کسی که تصمیم جدی داشت باز توبه نمیشکنه. توبهش نمیشکنه. اگر گاهی باز هم نفس غلبه کرد باز هم عین اما مراحل بالایش لازمی است که باید پشیمانی و اصلاح و اصلاح عمل و شرط هایی که بود اما دوباره مجددا لازم است بالایش و باز هم دروازه توبه برای از او باز هست تا به اینکه یا مرگ می آید یا که آفتاب از مغرب به طلوع میرسد. بیننده بعدی ما سوالشان این است که میگن سحر شدم چی باید بکنم؟ سحر شده برای حل سحر چی باید بکنم؟ یکی از میتونه که برای پیش یکی از علمایی که علمایی که سحر را نه به سحر را به علاج شرعی میتونن علاج بکنن با قرآن کریم و با طریقه های مشروع با اونها مراجعه کنند و در مجموع چیزی که شخصا میتونه اول جایی که سحر در او گذاشته شده، یعنی اول موضوع سحر شدن جد قطعی بوده باشد، دومی که جای سحر برای تشخیص بکنه و در ضمن سوره فاتحه قل هو الله قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس همراه با آیات هایی که در سوره اعراف و دیگر
سوره راجع به موضوع جادوگرهای فرعون با موسی علیه السلام بوده، اونها را بخونه، همراه آیات دیگری که در سوره جن و سوره های هست. و در این موضوع سیدر هم، برگ سیدر هم، درخت بیر و سیدر هم چیز دارد، مفید هست. آیاتی در او نوشته شود یا که دعای و آب کنه و بنوشه. بیننده بعدی ما از بدری هستند از نودشه. سوالشون این است که در کدام مقطع زمانی جهاد بر مسلمانان واجب میشه؟ جهاد از زمانی که فرض شده تا به قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که مستمر هست و دوامدار هست و جهاد با انواعی که دارد، با تمام او در مقابل باطل برای از بین بردن و جلوگیری نشر باطل و پخش حق و حقیقت همیشه با تمام لازم هست. و در هر مراحل و در هر نقطه های هر نوعی از جهاد شروط خود دارد که باید مثلا جهاد از طریق دعوت و علم هست که این اهلیت و شرط های اهلیت خود دارد که باید افراد ایره داشته باشند، ورنه تأثیر منفی خود دارد. و جهادی با سلاح در موارد تقسیم میشه به جهادی هجومی و جهادی دفاعی که در دفاعی باید در همه حالات و همه افراد باید یعنی دست به اقدام شوند. و در موضوعات جهادی هجومی با در نظر داشت شرایط و مسئولیت پذیری هایی که داره، در زمانی که اونها همگی تکمیل بود، در هر نقطه که لازم بود، یعنی جهاد فرض است. بسیار خوب. آخرین بیننده ما از افغانستان سوال فرستادن. سوالشان این است که در 100,000 افغانی چند هزارش زکات میشه؟ زکات پولهای نقدی وابسته است به نرخ طلا و نقره و در مجموع به اساس رعایت حقوق مستفیدین و فقرا نقره را اولویت داده شده. و هم میتونه که اصل نصاب در طلا مبلغی که قیمتی 85 گرم طلا بوده باشد و یا 595 گرم نقره. و این هم در طلا و در نقره نوعی وسط و عامل استعمال او اعتبار است، نه نوعی پایانی از او و نه نوعی قیمتی. و در هر محیط نوعی که در استفاده عام بیشتر هست او معتبر هست و از یک محیط به محیط دیگری فرق میکند. اگر این پول قیمتی همه چیز تکمیل میکرده باشد در این زکات است، از هر 40,000 1,000 از هر 40,000 1,000 و از 1,00,000 میشه 2,500 ولی در صورتی که نصاب تکمیل کرده باشه. تشکر میکنیم از شما جناب استاد محترم دکتر احسان الله مبارز. اینجا وقت برنامه ما به پایان میرسه. بینندگان عزیز و گرامی، وقت برنامه به پایان رسیده. شما را به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم تا برنامه های دیگری شبکه جهانی وصال حق. الله حافظ و ناصرتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.